تا عزت و احترام او پابرجاست، در بام فلک پرچم میهن بالاست. دیداری نکوی پیشوای ملت، دیداری نکوی تاجیکان دنیاست. واقعا هم خیلی زیبا تصویر افته است اینجا. در حقیقت هم نفر این مصرع ها را گفته میتواند که دلی مالامال از مهر و محبت و صداقت داشته باشد. شخص این مصرع ها را میتواند روی اوراق بیارد که قلبش پر از مهر است. مهر به وطن، مهر به دیار، مهر به ملت و مهر به پیشوای ملت. و امروز ما صاحب این مصرع های والا را به استودیوی خویش دعوت کردیم و مهمان برنامه ما هستند. اینک من مهمان برنامه امروز را به شما معرفی میکنم. شاعر شناخته تاجیک، شاعر خلقی تاجیکستان، دولت سفر. خوش آمدید. تشکر. خب خیلی امنیت پذیر هستم از آن که شما تکلیف ما رو پذیرفتید و امروز مهمان برنامه ما شدید و من میخواستم قبل از آن که صحبت رو با شما آغاز کنم چند سخن کوتاه درباره فعالیت شما بگم. شاعر، روزنامه‌نگار، نویسنده، شاعر خلقی تاجیکستان، عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، برنده جایزه بین المللی میراث آینده و فعالیت کاری را در کمیته دولتی رادیو و تلویزیون جمهوری آغاز کردند و در وظیفه‌های گوناگون فعالیت نمودند. بخصوص در تلویزیون تاجیکستان به حیث مؤلف برنامه‌های خیلی معروف و شناخته دادرس و صاحب وطن. خب سالهای 2012-2014 هم دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی تاجیکینو و بعداً سردار ریاست طبع و نشر وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان. سالهای 2019-2021 دیرکتور نشرات ادب بودند و این زمان معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان می باشند و خیلی شاعری سرمحصول هستند و خیلی زیاد ایجاد هم میکنند. نگاشته هایشان در مجموعه های پیغام عشق، شعر گهواره، شهبال، اوج پرواز، درخش استقلال، دیوان اشعار، اسیان غرور، صاحب استقلال، داستان اسب، داستان آب، داستان راغون، قندی که از آستین مادر خوردم و باز چند مجموعه دیگر به نشر رساندند. خب خوش آمدید استاد به محفل امروزه ما، به برنامه امروزه ما. بس سرفراز شدم از آن که شما تکلیف ما رو پذیرفتید و میدونید من آگاه هستم که شما داستان‌های زیادی دارید، از جمله داستان آب، داستان اسب، داستان راغون و امروز داستان دیگر شما رو به آغوش خود گرفته. این داستان مهر است. و ما شما رو به داستان مهری خود دعوت کردیم که از داستان‌های شما بگوییم و من میدونم که شما هر چی که میگوید از روی مهر میگوید، محبت میگوید، از روی صداقت میگوید و هر باری که نوشته های شما رو میخونیم یک بار دیگر نزد سحر قلم، نزد سحر سخن سری تعظیم فرود میاریم. واقعا هم سحر قلم، سحر سخن آنقدر معجزه دارد که کس را به دیگر دنیا میبرد و به دنیای زیبایی، دنیای صداقت، دنیای محبت. آن دنیا دیگر دنیا است، دنیای دیگر است که انسان رو خیلی خوش می آید و بس خوشحال شدم که مثلا شما هر باری که یک مصرع یا که چند شعر ایجاد میکنید حتما که در آن یک وصف زیبایی دارید، یک ترنم عجایب میکنید و این همه از صمیمیت شما نسبت به میهن و نسبت به وطن است و من میتوانم شما رو بگویم شاعری و صافی میهن. سلامت باشید. خب مرحمت. وطن، مهر وطن، برنامه شما که داستان مهر است. بله. از مهر وطن، مهر مادر، مهر ملت، مهر مردم صمیمی آغاز می شود و کسی که در دل اگر صداقت صمیمیت به محیط اطراف، بله. به وطن، به مادر، به سیاست روز، به فرهنگ ملت، به فرهنگ ملی نداشته باشد، مخصوصا شاعران، او هیچ وقت صمیمی شعر گفته نمیتواند. بله. صمیمی سروده نمیتواند و این جوش میزند همون از مهر و صداقتی که در دل از در دیده از در وجود و در باطن انسان است. بله. به مهر هیچ کار، حتی سلام، حتی علیک، حتی یک مراجعت اگر مهر نداشته باشد کسی به شما توجه نمیکنه، سلام شما را علیک نمیگیرد. بله بله. ما وکالت پروری پند بزرگانیم، تاجیکستان را کسی که ساخت با آنیم. آخرین امید و ارمان نیاگانیم، پرچمی مهر و وفا در عهد و پیمانیم. سروری ما سروری ناموس و ننگ ماست، شهستون مهر دل
با نام او برجاست. و همین گونه مصرع‌های زیبا خیلی زیاد ایجاد کرده اید شما. و این همه الهام، این همه محبت از کجا سرچشمه میگیرد، از کجا منشأ میگیرد در دل یک شاعر حساس ملت ما؟ خب در آغاز گفتم همین از مهر جوش میزند. بله. وقتی که محیط، اطراف، اهل اویله، بله. همکار، هم دوستان رو، هم نشینان رو، هم دلان دوست نمیداری، تو هیچ وقت نمیتونی که به وطن، به ملت، به اطراف از صمیم دل شعر گفته باشی. اگر شعر هم بگویی ساخته میبراید، به یگان توجه هست، اون شعر به هیچ کس در کار نیست. یعنی مجبور نویس هیچ وقت تو شعر صمیم گفته نمیتونه. وقتی که در دل جوش نزنه، دوست نداری، در حالت دوست نداشتن هیچ وقت گپی مقبول دلی خواننده، مقبول دلی همنشین همدل گفته نمی شود. و آن همین وطن نیست. وطن نیست. کسی که وطنش دوست نمی دارد، اون نمی تواند که فرزند خودش دوست بدارد، اون مادر خودش دوست بدارد، نمی تواند که محیط دوست بدارد. از این رو دوست داشتن وطن میگن از گوشه ایمان است. این گپی سهل ساده نیست. ببینید پیشوای معظم ملت در همه ملاقات و واخوری در یک جای در مورد دوست داشتن وطن حتما میگویند. بله. در پیام سالانه است، در پیام نوروزی است، در پیام دیگر جشن‌های ملی ما حتما در ختم هر یک برآمدشون میگه وطن خود را دوست دارید. بله. چون که این یک گپ، یک عباره یا واژه عادی نیست. در اطراف و در پشتی، در تهداب این سخن شرح و توضیح زیادی واسه وطنی و وطنداری نهفته است. از این رو درک و احساسی هر گفته پیشوای معظم ملت، این درک و احساسی درد و داغ ملت است. درد که احساسی وطن محبوب است، گذشته ما است، جلوه تاریخ تمدن است در همه گفته های پرزیدنت محترم امامعلی رحمان. و فکر میکنم که برای شاعران بخصوص این چیز خیلی مایه افتخار است وقتی از وطن میگویند سر منبرهای بلند، وقتی میانی مردم هستند و از مهر وطن، از محبت وطن، از محبت به مردم میگویند. چون که من فکر میکنم که همین سخن شاعر رو به مردم نزدیک میکند، مردم رو به شاعر، و سخنی که از مهر آلوده است. مثلا در همون سه داستان اصل، داستان آب و داستان راغون و این یک داستان دوشنبه در عرفه در جریان ایجاد است به افتخار 35 سالگی. من حتما از تشبس ها و اقدام های طلایی پیشوای معظم ملت آغاز میکنم و بسم الله همه داستان های من یا شعرهای سیاسی و شعرهای وطنداری من حتما اشاره از دوست داشتن وطن و تشبس های پرزیدنت است. و برای که فعالیت پیشوای معظم ملت رو که نجات بخش ملت هستند، این ملت نجات دادن، وطن نجات دادن از دستی، برای که در وصف ستایش پیشوای معظم ملت یک سخن بسیار دلنشین باید پرزیدنت دوست بداری، باید وطن ملت، باید وطن ملت دوست بداری. و علاکه محترم امامعلی رحمان ابرزی ابدی ادبیات است و مال تاریخ شده است. دیگر ما هرچی پرزیدنت ما محترم رحمان نیاز به وصف ستایش ندارن. هرچی قدر کتابایی که قدر شعر داستان ها و نثر و حکایه و آچرخا که نشر شد هیچ نیاز به وصف ستایش ندارد. اما ما نیاز داریم، اهل قلم نیاز دارد که یک ابرزی تازه پیدا شده است امروز در ادبیات ما که به همه پهلوها، به همه تشبس‌ها و اقداماش اگر تکیه کنی همه عبرت آموز است و یک گپی نو، یک مشاهده نو پیدا می شود. اگر امروز ما که تقاضای زمان از اهل ادب در وصف ستایش و فعالیت سیاسی و فعالیت دیگر پهلوهای فعالیت پیشوای معظم ملت سخن نگویم، بعد 100 ساله ها شاعر نویسنده پیدا می شود که ابرزهای تازه فعالیت پیشوای معظم ملت را که در بخش ملت و در باب وطنداری و در باب دولتداری میگویند. مثل آن که تا امروز از سامانی میگوییم، از اسماعیل سامانی. و چون اسماعیل سامانی، چون کوروش کبیر و دیگر بزرگان تاریخ ما، محترم امامعلی رحمان رسالت بزرگ تاریخی رو به جا آوردن. یعنی 34-35 سال قبل شاهدان میدونن که ما در کدام حالت بودیم. تاجیکستان ما پهن پریش بود، هیچ کس امید به آینده نداشت، امید به روز دیگر نداشتند.
و از اون جنگ اجباری و مجبوری که تحمیلی که به سر ملت تاجیک آوردن، تنها جسارت بزرگ پیشوای ملت این ملت نجات داد، این وطن کرد، این وطن تاجیکستان کرد. اراده پرزیدنت محترم امامالله رحمان اراده خلق است، اراده مردم تاجیکستان است، اراده تمام فارسی زبانان دنیا است که خودشان تاکید میکنن که من به اراده مردم تکیه کردم و مردم دستگیری کردن، در اطراف مردم دور زدیم، با باوری با امید آینده این وطن ساختیم نجات دادیم. و در حقیقت هم میگن که شاعران در سینه ملت دل است و شما مثل همه شاعران مثل دل هستند که میتپند و قهرمانی هایی که مثلا بزرگان ملت میکنند، شاعران آن را باید که زنده تر نگه دارند و وصف کنند. خب استاد، و از انمون کارنمایی هایی که پیشوای ملت برای ملت تاجیک کردن، فکر میکنم که هر کدام منبع الهام هم هست، منبع الهام هست که شما می آفرید و خیلی صمیمی و زمینی میگوید، آنگونه میگوید که خود فدا. مثلا یکی از رباعیات که همینه که این در زبان خرد و کلان است، خود فدا در راه پیمان کرده است، صد بیابان را گلستان کرده است، سرزمینی پاره پاره گشته را جمع کرده تاجیکستان کرده است. بله، در حقیقت هم. و جای دیگر میگوید که بر عالم بخت ما که سرور آمد، چون هدیه به خلق تاج بر سر آمد. یک زمره برای خیش کردن تلاش، و بحر وطن برای منبر آمد. این گپی است که همه شاهد هستند. در همون سال زمان هیچ کس جرأت جسارت نکرد که وطن ملت صاحبی کند و یک جوان 40 ساله که همه با شبهه می‌نگریستند که این جوان چگونه میتواند که ملت وطن نجات دهد، سر قدرت آمد امامالله رحمان. و کمینه در چند ملاقات آخری گفتم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان به بخت ملت تاجیک بازیافت یا هدیه نادری تاریخی است. بله، هدیه تاریخ است. در حقیقت هم هدیه تاریخ است برای ملت ما. و شما خیلی زیبا هم جای بس کردید و آن رو استاد جمشید اسماعیلوف نیز خیلی زیبا سرودند که او جان ملت است، او جان ملت است. گنج صداقت است به کوه مراد او، این مرد سربلند بدخشان ملت است. بله، او جان ملت است، او جان ملت است. جان فدا در راه پیمان کرده است، صد بیابان را گلستان کرده است، سرزمینی پاره پاره گشته را جمع کرده تاجیکستان کرده، سرزمینی پاره پاره گشته را جمع کرده تاجیکستان کرده.
نام و آبروی ملت است. خب دوستان ارجمند، یادآور میشم شما برنامه داستان مهر رو از موج رادیوی فرهنگ میشنوید و امروز مهمانی برنامه ما هستند شاعر خلقی تاجیکستان، معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان استاد دولت سفر. بردگار خوش آمدید و دوستان ارجمند، طور چند لحظه پیشتر شنیدیم یک سرود زیبا با صدای استاد جمشید اسماعیلوف پخش گردید و این ترانه یک راز و نیاز یک شاعر ملت برای پیشوای ملت بود و خیلی صمیمانه، خیلی زیبا انشا شده و عین همین گونه نوشته های شما چی گویم، اگر گویم که زمینی است واقعا هم خطا نمیکنم، چون که خیلی به دل نزدیک است. وقتی انسان میخواند، وقتی تصویرهای شما رو مثلا ما میخوانیم میبینیم، در حقیقت بار دیگر خویل میشیم که واقعا هم چنین است. آخر در حقیقت هم چنین است. در آغاز شما یادآور شده که در اطراف مثلا اوصاف پیشوا شاید میخونیم صحبت میکنیم و کمی گفتم که خودشناسی و هویت و حاضر به یک عقیده آمدم. وقتی که درباره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اطراف دولت سازی و زحمت ها و تشبس ها و اقدام های نتیجه به شما گپ میزنین، در این داخل همون هویت ملی و خودشناسی ملی و افتخار بلند، احساس بلند وطنداری جوش میزنن. بله. یعنی این موضوع، این یک تشبس پرزیدنت مثلا تشبس آبی تفکر دنیا را تکان داد. بله. و همون سخنها گپایی که در اطراف قدر قیمت آب نوشاکی جناب عالی میگفتند 15-20 سال پیش، امروز با هم آمده که نرخش از نرخ مثلا قیمتش از بالا می رود. بله. و میدونید هر یک کارنامه و هر یک مثلا فعالیت پیشوای ملت باعث به اون میگردد که من بسیار چون از ایجاد شما آشنایی پیدا کردم. هر یک فعالیت پیشوا، هر یک سخن پیشوا منبع الهام شماست و هر جا مثلا همین گونه مصرع ها رو مثلا توسط سامانه ها هم جا میکنید و مثلا وقتی که پیشوای ملت سزاوار جایزه صلح لیف تالستوی شدند، شما گفتید سرزمین تاجیکستان سرزمین صلح و وحدت، سجده شکرانه باید در کمین صلح و وحدت. این دیاری نوربیز و این دیاری نورخیز است، می‌درخشد 100 ستاره در جبین صلح و وحدت. در میان پیشوایان، پیشوای تاجیکستان، پیشوای بهترین و بهترین صلح و وحدت. پرجلا از نقش ننگ و از فضیلت‌های نام است، خاتم انگشترینش با نگین صلح و وحدت. و در حقیقت هم ببینید هر یک کارنامه، هر یک فعالیت پیشوای ملت باعث به اون میگردد که چقدر مثلا ایجادی خیلی زیبا و خیلی صمیمی پیدا می شود و این همه فکر میکنم که ماندگار است در تاریخ. مشرف میدونید برای چی؟ مخصوصا در وصف ستایش پیشوای معظم ملت محترم الرحمن مشکل نیست شعر نوشتن، چون که همه تشبس‌هاش یک گپ تازه دارد، یک ابراز تازه دارد. همه اقدام‌هایی که پیشنهاد میکند الکی خود یک شعر از یک داستان است. برای مثلا شخصا من مشکل نیست که در اطراف کارنامه‌های پیشوای معظم ملت چقدر که فورا میگویم، چقدر خواهم مینویسم، چون که پایان ندارد، بحری بی‌حدود است، بحری بی‌پایان است. است. یک اقدامی مثلا بشردوستانه پیشوای معظم ملت که تمام دنیا اعتراف میکند، یک دنیا گپ است، یک کتاب‌ها جلد کتاب‌ها نوشتن ممکن است. باز میگم که سرور دولت ما نیاز به این گفته و نیاز به این داستان شعر ندارن. ما مؤلف، ما شاعران و نویسندگان، ایجادکاران نیاز داریم که در فعالیت ایجادی خود یک ابراز تازه پیدا کنیم. بله. و ببینید همین یک رو آوردن به احترام آب، فکر میکنم که اناکنون چون 10 ساله ها پیشوای ملت گفتن، امروز از وضع اقلیم میگویم و از وضع پرابلم های آبشوی یخاب پریخا میگویم و از دیگر که حالا که این رو پیشوای ملت ما خیلی بر وقت در کرده بودند و گفته بودند. یعنی که پیشوای ملتی ما یک احساس، یک حسی واقعا هم بشردوستانه دارند. بله. وقتی که مثلا درباره هویت ملی، خودشناسی ملی و احساس وطنداری سخن میگیم، به واسطه بداهتا الکی نام پیشوای معظم ملت رو برای ما میآید. بله. زیرا ترغیبگر مبلغ اساسی آن همین مقدسات زندگی و مقدسات ملت محترم امام رحمان هستند. من در
هر سال پیام پیشوای معظم ملت، پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی کشور میشود. من در همه پیام ها، پیام نوروزی است، پیام استقلالی و وحدتی است، حتما شعر می نویسند در پرتویان. زیرا در هر یک پیام سالانه یک تشبث است، یک اقدام است، یک نگاه نیک به آینده درخشان است. مثلا آخرین غزلی که امسال از پیام سالانه به مجلس عالی ارائه داشتن، من انمی غزل پیام نوشتم که نه جاویدان ناظم خیلی زیبا سرودن. بله بله. از پیام آید پیاپی عهد پیمان دیگر، در دل ما سبز می‌گردد تن و جان دیگر. آتش مهر و محبت کینه سوزی میکند، شعله امید افروزد ز ارمان دیگر. اینا رو از سرود بگمونم میشنویم. من یک چند مصرع دیگه بخونم. بخونید. گفت سرور حفظ باید سرحدی فرهنگی خویش، تا نه آید پرچم فرهنگ از آن دیگر. از فرهمندی ملت لال هم گوید سخن، رازها افشا نماید صد سخندان دیگر. از خجالت خم نماید سر رقیب بی ادب، در ادبگاه سیاست نیست تاوان دیگر. دست خود را بوسه باید کرد در زحمت سرا، سیر اصلا ما نمی گردیم از نان دیگر. شاد زی ای هموطن از این سیاست پیشگی، نیست آخر نیست این در حکم دوران دیگر. در بهاری روزگاری ما ز هر سطر پیام، میشکوفد در نظر صد تاجیکستان دیگر. بله در حقیقت هم از پیام آید پیام عهد و پیمان دیگر. آهن به هزار تافتن زر نشود، صد نامه برد زاغ کبوتر نشود. خاکی که از آن گوهر طلا روید، با خاک وطن هیچ برابر نشود. چند ماه قبل از این آشوب ها خیلی زیبا گفتید. گروه فرهنگیان کشور در ایران بودیم. بله. و وقتی همه روبایی را خوندم 4-5 هزار مردم که در اونجا هنرهای مردمی بود تماشا، همه با یک کفگوبی استقبال گرفتند و گفتن باید یک بار دیگه می نخونم روبایی را. و این روبایی نمیدونم کی در کجا ایجاد شده است، اما کمینه هیچگاه مجبور نکردم خودم رو که من یک شعر یا یک روبایی مصرع نوشته باشم. یعنی مجبور نویسی این هنر شاعر نیست. این با این مجبور نویسی هیچ کس به یک جای نمیرسد. مجبور این صمیمیت رو از خود دور میکند. بله. صمیمی ندارد. نگاه یک مشاهده نیست در اونجا. بله. و بدیل نمینشین. بله. تز زود فراموش میشود. مولانا جان میگه که شعر آب است ز سرچشمه دل، که کند باز به دلها منزل. بله. خب در مورد جمهوری اسلامی ایران صحبت کردیم. در حقیقت هم چند شعر شما رو مثلا هنرمندان این کشور نیست سرودن در همکاری با احمد بیان، به فکر آهنگساز خیلی معروف این کشور. در حقیقت هم این سرودها خیلی محبوبیت زیاد در یک لحظه کوتاه محبوبیت زیادی پیدا کردن میان شنونده ها. خب حالا که سرود شما پخش کردن نیت دارید، بله. من یک خاطره همین در اطراف همین وقتی که سرودی همدلی بله و خاطره برای تقویت روح. خب از ایجاد همین سرود هم میگفتید بعد ایجاد این سرود خد درباره ما 4 یا 5 پیام سیمفونی با احمد بیان در یک سال ایجاد کردیم و کسی ما رو مجبور نکرد، کسی از ما تقاضا نکرد که در فلان موضوع فلان مسئله شعر گفته باشیم. ما با هم خاطر همدلی نام موندم. امروز یعنی جهانی معاصر امروز در تلاطم امسال گیرودارهای شدید قرار دارد، مبارزه های شدید. امروز برخورد شدید تمدن ها است که تاریخ دزدی، تمدن دزدی. ببینید چقدر بزرگان ما رو در هر 100 ساله از خود میکنن، بزرگان ادبیات، بزرگان علمی ما رو. ما باید به احساسات داده نشیم، ما باید یعنی به بحث مناظره نباشیم، بگذار گفتن گیرن. تمام دنیا میدوند که مولوی به زبان تاجیکی سینا به زبان مادری خود ایجاد کردن. اونا دلیل ندارن، سرچشمه ندارن و برعکس ما کفگویی میکنیم که اونا هوس داشتن بزرگان ما رو دارن، چون این فرزندان رو هوس میکنن. خاطره گفته درباره کدام یک خاطره در یک ملاقات بودم، این اپراتور رو برو دیدم، اونم اپراتوری میکرد، یعنی نوار برداری میکرد. گفتی اکای دولت ها گفتن شما خیمیا بیولوژی خوندید، فاکولته خیمیا بیولوژی. گفت منم هم فاکولته چند سال قبل ختم کردم. گفتم باید 30 سال زیاد شد.
بعد گفت حالا بیاد دارید یگون مسئله شیمیایی؟ من گفتم من تا حالا هم اراده استوار دارم با هر دانشمند فاکولته شیمیا در بحث مناظره باشم در حل مسئله های شیمیایی. بعد گفت که کسلات خلور پیروسی جمع کسلات سلفات چی اصل میشه؟ چی نام گفتم سلفات نتری. و اینا برای چی گفتم من؟ در هر جا شبهه میکنن که این فاکولته شیمیا بیولوژی ختم کرده، انا شعر مینویسد و با قانون قاعده های شعر رعایت میکرد. من اصلا از کودکی مینویسم شعر، صنف 4 5 میخونم، شعرهای من در پیانوی تاجیکستان نشر میشه. و با آنها هیچ وقت رودکی فاکولته فیلولوژی ختم نکرده، حافظ فاکولته فیلولوژی. برعکس آنها عالمان ساحه علم‌های دقیق بودند. بله. لامانوس میگه که تو متماتیک حقیقی نباشی هیچگاه یا تو شاعر نباشی متماتیک حقیقی، تو شاعر نباشی متماتیک حقیقی شدن نمیتونی. اگر احمدیت همه متماتیک و شاعرم. بله این اون از همون محدوده فکر اون است. ما اینا و خود سخت قبول نمیکنیم و یک سرزنش جو که یا طعنا و معلومات قبول نمیگیریم، اما ما بر اون حیرانیم که ببینید از دایره محدودی فکرانی به همه دیگر، یعنی که با دهاتی کردگم یا عادی کردگم دیگر سوال نمیرسی با من سوال میتی. ولی گپ سری اون است که دیپلم دیگر است و استعداد دیگر. بله. دیپلم در جای خود و استعداد در جای خود و وقتی که استعداد در وجود انسان است باید جوش میزند. بله. خواهیم نخواهیم باید جوش میزند و من اهمیت میدم هر تصویری که شما در یا ربایی یا شعرهایتان میکنید خیلی زمینی، صمیمی و از زندگی معمولی مردمی گرفته شده است و بهوده شما رو شاعری خلقی هم نمیگن، در خودم شاعری خلقی هستید. مثلا من اکثر وقتی که از شهر بیرون به طرفی مثلا مادر خبرگیری میرم با دیهات میروم، اکثر ربایی های من در راه ایجاد میشن. خودم در سر چنبر ماشین مثلا از دهه سویستان دنغره گذاشتم که در روز همین چند کمپیر دیدم که در طور سر تلیچه در دستا با خلطچه همین مادرم بایدم زد. همین ربایی در گذشتن دهه سویستان ناحیه دنغره ایجاد شد. 100 مشت به سری که بر سر خوردم، 100 مشت دیگر ز پشت دلبر خوردم، شیرینی عمری من همان است همان قندی که از آستین مادر خوردم. در حقیقت خیلی زیبا برآمده است این و اینا بسیار پرسیدن که بدونه چی همون دوران کودکی در خانه ما در خانه دیگر هم چی بود؟ سری پوری بود. بله. همون شکلات، همون قند و همون نمیدونم چیزی که میخواستیم بود، اما انتظار قند آستین مادر بودیم. بله. اون قند انمون مهر محبت بود، انمون صمیمیت صداقت بود. گپ در سر یک قند آستین نیست. اینجا این شرح و توضیح این محبت است، این صمیمیت است، این عشق است به مادر، به بزرگی مادر. و خب و برای من خیلی پسند میدونید که کدام مصرع است. شبی که مادرم مهمانی من بود، هوای شهر بوی ده همه کرد. یا همین حالت همین چقدر زیبا است. چند کس پرسید که همین شعر چگونه ایجاد شد. این مثل یک داستان است، هرچند که یک شعر است. وقتی روبرو با مادر من نشستم در خانه خودم در آشیانه، دویم آشیانه، بعد نگاه کردم که بچه‌ها طرف همون خانه می‌نگرده و از نگاهش خوندم که من یک حوالی کشا در قشلاق و این قدر باغ و این قدر درختان، من در این کلبه چی میکنم چند روز است منو برای چی جمع کردن. بعد همین شعر نوشتم شبی که مادرم مهمانی من بود، هوای شهر بوی ده همه کرد، از اون که قبلگاه هم بستری بود، دعا و سجده سوی ده همه کرد. با کنج خانه به حولی من فرو میرفت در خود خاموشانه، نگاهش بر نگاه من همه گفت چی گو کردم در این چهار آشانه. خیلی شعر مادر در تن ما جانی تو بود، گم گشتن ما همیشه تاوانی تو بود، سرجمی ما در سر یک کاسه آب، یک تیکه نانی لبی چکدانی تو بود. در ختم خیلی زیبا، خیلی صمیمی. شاید سرود همدلی اومده باشد. سرود همدلی رو بیاد با هم بشنویم. دربارش ما بالاتر صحبت کردیم. خب آهنگسازی شناخته ایران احمدی بیان این شعر آهنگ بستند و خیلی زیبا هم ایجاد شده است و فکر میکنم که مردم ایران هم خوب قبول کردن این. بله اینا هر وقتی که ما میرفتیم و دیگران میرفتن حتما قبل از صحبت یا معرفی همین سرود سلام میدید و در شبکه‌های جم اکثر شبکه‌های جم که 27
شبکه است، در اونها پخش میگردد. و میدونید با من بسیار ربایی های شما پسند است، چون که خیلی صمیمانه میگوید. نه ربایی خونه. مرحمت. کدام ربایی عشقی باشد وطن؟ باشد، چی کی باشد؟ از دل مفکن ته عشق جانی مرا، گنجینه روشاد و نهانی مرا، در هر نفس پیر شدن خواهی دید، شیرین شیرین شوری جوانی مرا. و آزانو قبل از این باید سرود همدلی میرفت. من یک خاطره رو بیان میکنم، بعد اگر خواهند پخش کنند. استاد آذرک شاعر مشهور ما فرزانه در تهران بودن سال گذشته و یک محفل آراستند و قبل از محفل دستور می شود که سرود تاجیکستان است ایران است پخش شود که مؤلف شعر کمینه هستند با آهنگ احمد بیان. مردمی جمع آمده خواهش میکنند. بله. و استاد آذرک با من زنگ زده گفتن که اکوی دولت به همگان بسر شود به تو بسر نمیشود. گفتم چی گپ است؟ با خود دستور شد. دیگر گپ از شما. سلامت باشید. در فرآورد ایثار سپاس کنیم یا سلامت باشید. حالا یک چیز دیگر رو میخوام از شما بپرسم. صد مشت زی بستری که بر سر خوردم، صد مشت دیگر زی پشت دلبر خوردم. میگه که این مصرع با من خیلی پسند است. میخوام بفهمم که در حقیقت هم از پشت دلبر مشت خورده؟ مشت شته خوردم. مشت چی است؟ در حقیقت هم مشت خورده. الان شیرینی عشق و محبت و عشقی اون شته مهر است، مشت مهر و محبت است. اون سرزنش است که هوشیار میشه، زیرک میشه که عشق چیست، محبت چیست. در دوامش از قند آستین مادر گفتید و با گب رو به قند آستین مادر بردیم و از دو مصرع اول فراموش کردیم. ما هم قند خورده با مشت خورده کلام شدیم. سلامت باشید استاد. یک جهان سپاس برای شما، یک جهان تشکر که امروز فرصت پیدا کردید و مهمانی برنامه ما شدید. و اما در یک مصرع گفتم که دلم تر نشد. من از این یک ساعته که شما دلم تر نشد، دلم تر نشد، چرا هیچی نخوندم. والا من قدر شعر غزل ربایی که چندین سال است با تماشاچیان با اخلاصمند شعر نخوندم و گفت شما هم یک ربایی که دلنشین باشد، یک ربایی میتونه که نام و ننگ هویت شاعر به 100 ساله ها برد. پس بیاد وعده بدید که باز مهمان ما میشوید. نصیب اگر زندگی امکان یا شرایط حتما. ما هم فکر میکنیم که هنوز تشنگی ما هم نشکست. ما هنوز هم میخواستیم که شما زیاد ربایی خوانید و شعر خوانید، ولی خب وقت است چیکار کنیم که فرصت محدود است. لیکن بهترین نمونه است که وقتی که تماشاچیان تشنه میمونی و انتظارت میشه. بله باشد و ما هم انتظار میشیم که شما باز مهمانی برنامه ما میشوید. و در اینجا میخوام باز 4 مصرع از شما بگم. باید سخنی عاطفه منظور کنیم، نزدیک به خلق و نظری دور کنیم. هر کس به وطن نگاهی کج اندازد، با نوگ قلم چشمی مرا کور کنیم. تشکر به شما، تشکر به همه شما دوستان ارجمند که این لحظه ها با ما بودید. تا صحبت های بعدی خیر.